صدای بانگ خطر هیئت نوبرداری قسم مستقل 51 حربی کننده شده خدمات دولتی آتش‌نشانی در ناحیه وخش را وادار ساخت زود و بی تاخیر به مکان سوختار شرطی که کالج طبی ناحیه انتخاب گردیده بود حاضر شوند. عملیات فوری رفع حادثه سوختار را رهبریت ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی ولایت با تأسیس دادن ستاد فوری نظارت بردند. با درست سفربر نمودن قوه و واسطه‌های خدمات دولتی آتش‌نشانی و دیگر خدمات‌های هماهنگسازی توانستند که در یک وقت راه‌های پهن‌شوی سوختار را برطرف نموده همزمان تحلیه متشکلانه آموزگاران و دانش آموزان را با موفقیت انجام دادند. لازم به ذکر است که مشق‌های تکتیکی آتش‌نشانی چاره‌بینی‌های مخصوص تعلیمی می‌باشند که برای صیقل دادن ملکه کسبی آتش‌نشانان در حالت‌های سوختار شرطی تشکیل کرده می‌شوند. چون این مشق‌ها عادتاً با استفاده از تکنیک‌های معاصر جلب خدمات هماهنگسازی و برطرف کردن آتش در انشاءات مهم یا محل‌های سیر اهالی صورت می‌گیرد. آتش‌نشانان ضمن گذراندن مشق تکتیکی آتش‌نشانی توسط نقلیات نورباندار به قبت بالایی بنای تعلیمی وارد گردیده عملیات نجات آدمان را سامان دادند. جریان مشق مشترک بار دیگر اثبات نمود که کارمندان قسم مستقل 51 حربی کننده شده خدمات دولتی آتش‌نشانی عاید به محافظت ناحیه وخش و دیگر خدمات‌های هماهنگسازی در حالت خوبی آماده باشی قرار داشته دائم و تیارند که تمام وظیفه‌های به ذمه‌شان گذاشته شده را سربلندانه و در کوتاه‌ترین فرصت و با یک کسبیت بلند اجرا نمایند. به مسئولان و دانش آموزان عاید به سوختار و رعایت حتمی قاعده‌های بی‌خطری از سوختار معلومات پیشنهاد کرده شد. در ادامه این تدبیر از جانب ناظران شعبه نظارت دولتی بی‌خطری عاید به سوختار ناحیه با مقصد پیشگیری از حادثه‌های سوختار و بلند برداشتن سطح معلومات نوکی ساکنان میان اهالی محله ها کارهای ترغیباتی راه اندازی شده ورقه‌های اطلاعاتی دسترسی ساکنان کرده شد. حسن زاده اویما، عبدالقهار اودینه، نموزری ایرگش برای برنامه اطلاعاتی اخبار از ناحیه وخش.